رفقا خوش اومدید به یه ویدیو جدید، بازم با سلاطین پارک، سلاطین اینستاگرامی، سلاطین سخن. سلام، من اومدم با افتخار مهدی کوچولو. دلتون واسش تنگ شده بود، میرم که زیر کامنت ها همتون نوشته بود که آقا مهدی رو بگو تو کلیپات بیاد. بچه‌ها سلام، خوبین؟ اومدیم دوباره با آقا حسام کریشن یه کلیپ بذاریم، حال کنیم، عشق کنیم، زندگی کنیم. چی بود؟ سلاطین پارک، سلاطین پارک، سلاطین سخن، اصلا کلا اینستاگرامی ها از سامورایی دیگه کی تو اینستاگرام کلیپ میسازن. یا خدا چی شد؟ چرا آخرش دست دختره گرفت رفت؟ مثلا پسره رو حتما میخواست چیز کنه، دختره هم میخواست لز بزنم. زود باشه اول بوش تو بغل آخر ما به یه بونساژ بقیهش با خود کپی رایت نمیشه پخش کرد. اصلا این هدف از ساخت این کلیپ چی بود؟ تو بهم بگو. تو به عنوان یه بیننده اومدن اینجا چیز بود، قرار بیرون رفتن بود. اومدن اینجا سر قرار، دختره منتظرش بود، پسره اومد اینو از پشت دید، یه دقیقه ذوق کرد. ببین واه جوانم داره دقیقه دفته بید چیزی شده آبجی؟ وای داداش، یکی از دوستامون یه اشتباهی کرده که اصلا باورمون نمیشه. من هم اولم گفتم همین میشه. ملینا هیچ وقت کسی رو به خاطر اشتباهی که کرده قضاوت نکن، چون دنیا میچرخه و میچرخه تا تو رو بذاره جای اون طرف. داستانه سنگینه. چی شده آبجی؟ وای داداش، واسه لیلا یه اتفاقی افتاده. چه اتفاقی؟ دنیا همون گذاشتش. اتفاقی که چند روز پیش واسه دوستم افتاده بود، بعد لیلا مسخرهش کرد. دیدی آبجی، بخندی بهت میخندن. تو تاریکی هممون شبیه همدیگه ایم. هیچ وقت به خاطر گناهی که مرتکب نشدی خودتو از کسی بهتر ندون. شاید هنوز نوبت تو نشده. کلید اسرار. بس واقعا پند آموزشی گرفتیم از این کلیپ. کلن میخواست بگه زمین کارماست، کلا عوض شده. به چرخی میچرخوننت. به تو چرا برخورد؟ خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. نیما ولم کن، بسته. بسته؟ کی بسته پرنیا؟ این رابطه احمقانه. آره خب راست میگی، احمقانه است. چه خوب بالاخره فهمیدی. من احمقم که تو رو دوست دارم، احمقم که پای تو موندم، پای کسی که موندم بلد نیست. پس برو. ببین تو فکر میکنی من رفتم بلد نیستم، ولی از تو خیلی بهتر بلدم. اگه تا الانم اینجا وایستادم فقط به خاطر یه چیزه، اونم حرفی که بهت گفتم تا تهش باهاتم. الانم فکر میکنم الان تهشه. خداحافظ. دلش به رفتن بود ولی بلیت رفتن نداشت. دارو نداری دلیا، دلی شکست دار من، یادگاری اون روزا. اوه یه دقیقه بایستی گوشی بزن. میدونی الو سلام. چی؟ واو چی شده داداش؟ چی گریه میکنی؟ چی شده؟ چی شده؟ یکی زنگ زده میگه علی خواهرت برده. من گلی نیستم. آها مثلا خواهر ندارم. بلش کن. ببینم تا حالا شده ازم خسته شده باشی یا واسه تکرار شده باشم؟ آره همین الان. مگه فیلم همین الان میذاریم بعدی، چون خسته الان بزن چون از بعدی. کلیپ خسته شدیم میذاریم بعدی، به خاطر تو میذاریم کلیپ بعدی. نیما ولم کن، بسته. بسته؟ بسه شامپو بسه. گل رنگه بابا. یه 2 دقیقه. چی میخوای اینجا؟ درک کن دیگه، پشیمونم به خدا. بازی میبینی چه حرفه‌ای بود؟ درک کن دیگه، منو درک کن. درکش نمیکنه که. درک بکن. کن دیگه، من درکشون کنیم. اوه اینجا عینک رو برداشت. کارگردان بهش گفت باید عینکو در بیاری. عینکو در بیاری کارو گرفت. خدا تازه الان پشیمون شدی؟
اون روزی که من بدبخت داشتم میشدم، من تنها بودم، تو هیچ وقت منو درک نکردی، الان به من میگی منو درک کن. آها الان فهمیدم چرا عینک میزنه. اون روزم تنها بود، خیلی مصرفش بالا بود. فعالیتتو کم کن، مصرفت بالا بود، کور شدی، برای خودت بده. دو فرقی کور میشی دیگه کسی تو تحویل نمیگیره. بسوزد پدر تجربه. تو کامنتو بنویسید آقا من نیستش، دست به گلنار نمیبرم اصلا. شاهد باش. فقط شامپو لطیفه، فقط میدونم لطیفه کار میکنه. این حرف آخرته؟ نه 2 کلمه دیگه بهت میگم. خیلی گویی. برو بعدی. الان میدونم فکر میکنم تو فکر الان حتما یه دونه ماشین میده. نگفتم یعنی نمیشه یه کلیپ سس خون نه اینجی کنه مردی فوبی های ساس گرفتم. هست دیگه. اون صحنه لیست داشتو نداشتم. ببین پسرم خودش بود. ببین رد شد به من حرفای لطیفی زد. نگاه کن دیدیش؟ آره حسابشو برس. خجالت نمیکشی؟ به ناموس مردم تیکه میندازی؟ به خدا من نبودم. پسرم فکر کنم این نبود، اشتباه گرفتیم. ولی پسرم خیلی شبیهش بوده. شبیهش بود؟ آره چشم بازی می‌کنی؟ پسرم اینو نیست، اشتباه گرفتی. بچه عجب دسته کلوفتی هم داره. خدا رو شکر جامو عوض کرد. خودشه خود واقعی بد بزنیش اصلا بازم بترکونش. برو اینو. ای پسرم این نبود دیگه، مطمئن شدم. گد. محتوای این کلیپ چی بود؟ محتوای این کلیپ بود که اشتباه میگرفت دیگه. دختره مامان پسره، آره یه چیزی بود میومد این شبیه اون بود. به پسره میگفت برو بزنش، میزد ولی اون نبود. یه جوک بگم بخندیم. یه روز یه پیغام وانتیه داخل شهر میزنه پشت یه بنزیه زارت. بنزیه میاد پایین بهش میگه آقا خسارت منو بده، زنگ بزن مأمور بیاد، اپ پشت زدی مقصری فلان. پیغام واردی تو سکر. آقا بدبختم بیچارم پول ندارم گرفتارم. میگه باشه اشکال نداره ولی برو مواظب باش اینجوری رانندگی نکن. سر یه نفر دیگه میزنی میکشی بدبخت میشه. این پیغامم باید بفری دیگه اونو بدی. یه چشم بگم آقا میگذره 2-3 روز میشه سر چهار دوباره میزنه پشت هم ماشینی. بعد میاد پایین میگه آقا نه برو من بودم. برو خیلی دوست دارم عزیزم. منم خیلی دوست دارم زندگی. بچه من برم میزو حساب کنم. میز حساب میکنه بابا. از اون خورده ای شکم بده به ما حسابش کنیم. چی شده؟ من خیلی از تو خوشم میاد. میفهمیدم عجب لاش. آره عجب با تو لاش. باشم. فنیا تو عشق رفیق منی. لاش خوشم گوش کنم. این یعنی که تو واسه من حروم، یعنی خط قرمز، یعنی ممنون. ببین همینطوری که تو رفیقمو به خاطر من پیچوندی، از فردا هم منو به خاطر یه نفر دیگه میپیچونی. ببین تو ذاتت خروم. ببینی چی مثلا من چیزش کنم. من جمله سنگین بگم به بچه ها. شما برید، من باید برم جای کار دارم. کجا میخوای بری؟ جایی که آدمای بدذات نباشن. چشم نمیدونم چی بگم. چی بگی؟ یادم رفت. آها باز یادم رفت. میخوای بریم ویدیو بعدی؟ آره. بریم ویدیو بعدی. آها آدم نباید ذاتش بد باشه. ذاتش بد باشه میشه این. خیلی تاثیرگذار بود. تاثیر داشت. واقعا خیلی تاثیرگذار ولی بیا پایین. الو اخبار نیوز. آقا یه خبر خواستیم بگیم بزنین داخل اخبارتون. یه قتل پیش اومده. بله حتما. فیلمشو بفرست براش. حتما. ما چند نفریم؟ 2 نفر نیم. میفهمه 3 نفر. باشه خدا نگهدار.
این رو شما داشته باشم ولی مرسی. گفتی چند روز کار نمیکنه؟ 4-5 روزی میشه تقریبا. دستگاه وای فای پایینه. پیش پا. جا گذاشتیش آقا علی. سلام. خیلی خوش اومدین. بفرمایید دستم خدمتتون. آقا این همونه که بهت گفتم. این چه خوشگله. نه اینو دوست ندارم. قشنگه بد نیست. این یکی سفیده هم بهت میاد. به چه سلیقه‌ای. تو جایی که من یادم خانم گلگویی دوست نداشت. خانم سفید دوست داشت. شما؟ چی میگه؟ معرفی نمی‌کنی منو؟ بعد توضیح میدم. درخت از همون سمت میفته که خم شده، از حواس لفته که کردی. حالا خیلی نیست بفهمی همه عمرت تلف شده. درخت از همون وری خم میشه که از همون ور کونش گذاشت. سس ماس بریز. خیلی کلیپ تاثیرگذاری بود. آره مخصوصا آخرش که اینجوری زد. آفرین اینجوری زد یارو نشست رفت اصلا کلا تلکون. ولی حالا من یه سوال دارم، دخترای محترم، خانمای عزیز، اینو حتما زیر فیلممون کامنت کنید. چرا خیانت میکنین؟ مگه من خودم دیدم یارو قیافه نداره ولی باطنش خیلی خوب بوده. بازم اونو ول میکنه میره با یه باطن دیگه رفیق میشه. چرا؟ قبلا باطن بود الان پوله. قبلا مهم سایز بود الان مهم پول. ببین دیگه خسته شدم از بسی که راجع به گذشته گندت از این اون شنیدم. میفهمی؟ خسته نباشی. موزه تو بکش بابا. هی گذشته من اون موقع آدمای بدی تو زندگیم بود چون خودم لجن بودم. باریکلا از افتخاراتت بیشتر بگو. آره میگم چون اگه اون آدما تو گذشته همین پسر لجن نبودن حالا قدر خوب بودن تو رو نمیدونستم. من که نفهمیدم یارو لجن بود قدر خوب بودن یکی دیگه رو درست. دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم. من هیچ نفهمیدم از این کلیپ. مرسی که صمیمی شدیم با این کلیپ‌های واقعا تاثیرگذار، واقعا پرمحتوا. اگه کانال ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، ما رو حمایت کنین، زنگوله رو بدین دنگ بیب بیب تفته بی. خدافظ. اگه دوست داشتید حتما لایک کنین، اینا رو انجام بدین. دست در نکنه واقعا. مرسی که گفتین اینا رو. دیگه واقعا امروز حال نداشتم. اگه صدام گرفته بود، اگه یکم سر پا خورده، بهش گفتم بشین بخور بهت بیشتر حال میده. سر پا خورد توش موام خیلی نمک ویدیو زیاد کردی. دیشب خیارش رو خوردم. آها واسه همونه تو. بغل کمدم خوابیدم. کمدی بغل تختم کمدم میدونی. میذارم. ساعت 9 صبح بیدارم که در خواب بریم کیر. با خاطر همین. آره دیگه. بذار من حرف بزنم. زر بزنم اینجا. حرف بخوای بزن 2 ساعته. بگو. ببخشید اگه صدام گرفته است و حال ندارم امروز زیاد سرما خوردم. مرسی از همتون. اگه میخواین انرژی بدیم ویدیو بیشتر با هم دیگه بذاریم حتما تو کامنت ها بنویسید. تا ویدیو بعدی بدرود. اول بوس بعد بیا اینجا. پیس.